بازم درود عرض ادب و سلام بر عزیزان گرامی و ویورها و سابسکرایب ها. آمریکا میخواستم بهتون توضیح بدم. بروک بیت 17 امده بروک همینه. ناسامه اضافه میشه، زد دواییه. هلیکوپتر اضافه چیزی نیست. اینم هست FR1 بیت 4 و 3 نزدیک 2000 تا پولشه. بعد F18 ای اضافه میشه. بعد دیگه اینم هست دیگه. حالا میریم آلمان یه جگوار میگیره. بعد هلیکوپترم که چیزی هنوز نیومده، یه یورو فایتر میگیره. یکی مدل دیگه ریت 14 و 3. ناوم که اضافه نشده فکر کنم شده. اینم هست ریت 5 و 3. اینم هست ریت 4 و 3 دیگه. عرضم حضورتون چیزی دیگه ای هم نیستش. حالا میرم رابط این BMPT T72 اضافه میشه پک، که فکر کنم ما بینش 50 تا 70 دلاره. اینم هست که ریسرچیه. اینم هست تورو M1 که فکر کنم اسکین ایران هم در اومده. دیگه عرضم حضورتون هلیکوپتر که نیست، هواپیما یا سخو SM میگیره. اینه. بقیه چیزا رو دیگه توضیح بهتون میدم پارت دوم. اینم هست ریت 77. چیزی اینجا نیست. یه ایونت هم هست فکر کنم دیگه تموم از این دیگه. از روسیه تموم شد رفت. حالا میمونه چیز. اینم هست تیم ماشینگانه دیگه. چیزی از این هلی نیست. داشتم توضیح میدادم. از اینم هست یورو فایتر از ریت بریتانیا 14 و 3 که بیشتر توضیح بعدن خواهم داد پارت 2 دیگه. چیزی دیگه اینی سری توضیح بدم ویدیو رو بذارم. اینم هست ریت 57 57. چیزی دیگه نیست. حالا میریم ژاپن. اینم هست تایپ 3 F3. اینم هست که تمام شد توضیح دادم. اینم که همونه. بازم مشکر رو میبره. بازم بهتون بیشتر توضیح خواهم داد. مالزیه نه در یه لحظه ببینم. آره مالزیه این فیجده دیه. اینم مال مالزیه. اینم مال اندونزیه فکر کنم. آره اندونزیه. ابتدا 7 تمومه تا اینجا. یه هلی اندونزی میگیره. هلیکوپتر اندونزی. فکر کنم توضیح دادم. ریت 11 AH64E تموم شد. اینم از اینجا. اینم هست 53 دیگه. ارزم به حضورتون چیز دیگه از ژاپن نیست.
این خیلی براتون بد خواهد فکر کنم چیز بشه ازتون خورد بشه، یا شاید مثلا چین بیفتید برای یا اینه و اینم که QH11 QHQ11 همینه. تمام، چیزی اینجا نیست. اینو میخواستم به ایران بدن که ولی ندادن. J10 سی اشتباه گفتم، همین تموم شد. سراغ ایتالیا هم یا یورو فایتر ای میگیره، ریت 14 واسه این تیربار ماشینگان میگیره، یه ریت 17 اسکاترانی. یا اینم که توضیح دادم، اینم که توضیح فکر کنم نه اینم اضافه میشه یا شده، اینم هست دیگه. ارزم بزرگتون اینم هست ریت 7.3. من سر میذارم ببینید، من برم کار دارم. اینم هست که اضافه میشه 6100 گلدنیگل پولشه. اینم هست ریت اینم ناسامس از کشور نروژ، یه مدل دیگه شبیه همون آمریکاه، ریت 12 زل هوایی. اینم که تموم شد. اینجا چیزی نیست. بعد اینم شاید فکر کنم اضافه شده همین. این چیزی اینجا نیست، اینم نیست. این میاره کاوا میگیره. یه چیزی یادم اف توضیح بدم میگم، هست چیز سخو، یه سخو اینم اضافه میشه، سخو چین. اینم هست یادم نبود، اینم هست دیگه. تا اینجا بریم برای پارت دوم از وارتاندر بدرود. بقیه ادامه ویدیو پارت بعدی بهتون بیشتر توضیح میدم. بدرود و خداحافظ.